امت، ولی کدام امت؟ با یک آواز بگوین امتی بی وفا، امتی جفاکار، امتی تباکار، امتی دربدر. امتی او جنتی می باشد و افسوس افسوس به حال او امتی که ایمان نبرد و در روز محشر شفاعت محروم باشد و در باغ جنت نرود و به گودال دوزخ بغلطد. چقدر زورش بدهد، چقدر قهرش بیاید که عالم خو از حدیث گفته بود، از قرآن خو گفته بود من جنت میرم، من چرا جنت نرفتیم؟ لوج از ما بازگله نکند. به نهایت مهربان است رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی اگر ما نامهربان شویم جرم ما است یا جرم رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ جرم برادر است یا خواهر؟ جرم هر دوش است که اگر خواهر ستر و ایجاب را مراعات نکند، اگر برادر حرام حلال را فقر نکند و غیرت را متوجه نباشد و قرآن و حدیث را عمل نکند و رای مذهب را نرود، طبیعی است که از شفاعت لیست شفاعت دور میماند.